بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من شروط الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى. إنك ما درس خود را دوام میدهیم از کتاب شروط الصلاة از آن شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى. بعد از ذکر کردن ارکان یعنی 14 رکن نماز، شیخ الاسلام یعنی ویها را اکنون به تفصیل و با دلیل ذکر میکند و در بین این شرط ها دیگر سنت هایی که وارد میشود آنها را نیز ذکر میکند. به همین یعنی انشاءالله برای ما و شما مفهوم میشود هرچی مثال گیریم شرط های نماز و رکن های نماز، سنت های نماز و در آخر واجبات نماز را ذکر کرده به همین شروط صلات را خاتمه میدهد. میفرماید که الرکن الاول القیام مع القدره و دلیل قوله تعالی حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتین. رکن یکم از 14 رکن این راست ایستادن است با توانایی، یعنی کسی که قدرت و توانایی داشتگی باشند باید که نمازش راستا گذارد. دلیل قول الله سبحانه و تعالی آنجا که میفرماید در سوره بقره در آیه 238 حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتین، یعنی شما نمازهای 5 وقته را رعایت کنید، محافظت کنید و خصوصا نمازی میانه را. بعضی علما گفتن نمازی بامداد است، بعضی ها گفتن که این نماز عصر است. نه. و قوموا لله قانتین، و شما برای خاطر الله شده راست استیتون در وقتی نماز خواندن، قانتین سکوت کرده، آرام را رعایت کرده. نه. الثانی تکبیرة الاحرام، دویم از یعنی رکنهای نماز از 14 رکن نماز. اینا انشالله اینا آسان هستند، چون که اینا بعضی دعاش خودتان از یاد میدونه، فقط بعضی موضوع ها را از یاد کردن در کار میشه خلاص. دوم تکبیرة الاحرام، یعنی تکبیر تحریمه. برای چی این رو تکبیرة الاحرام مینامند؟ زیرا اینکه انسان بعد از الله اکبر گفتن هر کاری که بیرون از نماز برای او حلال بود اکنون و یا در درون نماز کردن حرام میشود، مانند خوردن و دیگه نوشیدن، دیگه گپی از نماز بیرین زدن و یا در درون نماز گپ زدن، یعنی که نه حرام است. برای ما تکبیرة الاحرام میگویند. و دلیل حدیث تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم. دلیل حدیث است که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است که تحریمی نماز یعنی که نماز چی به تکبیر تحریم میشود. مراد از تحریم یعنی شما به نماز داخل میشوید و حلال شدن از نماز این سلام است، یعنی وقتی که شما سلام کی دادید از نماز خارج میشوید. این حدیث حسن لغیره اخرجه احمد، این امام احمد روایت کرده است و حدیث با طفیل دیگر اسناداش و دیگر روایت ها چی به درجه حسن رسیده است. نه. خب و دیگر حدیث هم آمدگی است از علی، یعنی که مرفوعا حدیث مرفوع آمده است که مفتاح الصلاة الطهور، یعنی کلید نماز تازگی است، یعنی که طهارت کردن است و تحریمی نماز تکبیر است و تحلیل نماز سلام است. نه. خلاصه یعنی این هم یعنی که به سبب دیگر شاهدها حدیث به درجه خوب و شیخ البانی این حدیثی صحیحش بود است. مهم. و بعدها یعنی بعد از تکبیر تحریمه، بعد از تکبیرة الاحرام، الاستفتاح دعای آغاز نماز است و هو سنه، این سنت است. قید میکند که با مبادینه از رکن حساب نکنید. قولو گفتنی سبحانك اللهم و بحمدك و تبارک اسمك و تعالی جدك و لا اله غیرک، یعنی که در برابر این بود دیگه چی ذکرها هم دعاها هم هستند. سبحانك اللهم از خودش انشاءالله شرحش میدید، پاک هستی تو ای الله و ستایش تو راست و نام تو با برکت است و شأن تو بزرگ است، بلند است، یگان معبود غیر از تو نیست که او بر حق باشد.
این امام مسلم روایت میکنه از طریق عبدت ابن عمر. خب مهم و معنی سبحانك اللهم، یعنی معنای شیخ الاسلام خودش شرح میده این کلمه های این دعا را. سبحانك اللهم را معناش میگود ای انزهک التنزیه اللائق بجلالک، من تو را پاکیزه میشمارم چنان پاکیزه یکی به خودت، به بزرگی خودت لایق است. و بحمدک ای ثناء علیک، تو را مدح و ستایش کرده. و تبارک اسمک ای البرکت تنال بذکرک، یعنی به ذکر کردن تو برکت را به دست آورده می شود. فقط به یاد تو، به نام تو چه انسان برکت را به دست آورده می تواند. و تعالی جدک ای جلت عظمتک، بزرگی تو خیلی هم بزرگ و عالی است. ولا اله غیرک ای لا معبود فی الارض ولا فی السماء بحق سواک یا الله، ای الله یگان معبود بر حق در آسمان و در زمین نیست، یا که در زمین و در آسمان یگان معبودی بر حق نیست غیر است ای الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، معنی اعوذ الوذ و التجو، هر دوش یعنی پناه میبرم. و اعتصم بک یا الله، و به تو چنگ میزنم ای الله. من الشیطان الرجیم، از شیطانی که او رجیم است، یعنی المطرودی رانده شده، المبعدی دور کرده شده، عن رحمت الله از رحمت الله. لا یضرنی، تا او مرا ضرر نرساند، فی دینی در دینم، ولا فی دنیا و در دنیایم، یعنی نه در دینم و ضرر رسانده تواند و نه در دنیای من. برای همین این اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و سبحانک بین سوره فاتحه و بین تکبیرت الاحرام گفته می شود و اینها سنت می باشند. و صلی الله وسلم على نبینا محمد و على آله و اصحابه وسلم تسلیما مزیدا و جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم.